ما اگر امام زمان رو دیدیم باید بشناسیم و قلب ما باید گواهی بده. همونطور که ابوذر وقتی رسول خدا رو دید ایمان آورد بدون بحث، همونطور که سلمان وقتی رسول خدا رو دید ایمان آورد بدون بحث و جدل. این ایمان، این مرتبه از صافی دل رو ما میخوایم. ما اگه خودمون قلباً مطمئن نباشیم لطمه میخوریم، تو امتحانات کم میاریم، خدای نکرده، از نصرت حضرت کم خواهیم گذاشت، خدای نکرده. اون قلب رو باید بیدارش کرد. امام صادق علیه السلام فرمود مومن 4 تا چشم داره، 2 تا چشمش رو سرشه، 2 تا چشم رو قلبشه. با اون چشم باید امامو دید و شناخت. یه ماجراییه، یه جورایی باید روح خودمون رو، قلب خودمون رو صیقل بدیم. بیایید شروع کنیم به احتیاط کردن در حرکات و سکناتمون، در دل بخواهی هامون، در رفتارهامون مراعات کنیم. خیلی چیزا رو میارزه، به خدا میارزه. بیایید ما بر محور معرفت به حضرت ولی اثر و مولانا الفدا سیر و سلوک کنیم.